خداوند. سلام بر میهن عزیزم ایران و سلام بر هم میهنان عزیزم در سراسر دنیا و درود بر تمام اشخاصی که هم زبان هستند و همدل با ما و برنامه من رو نگاه میکنن. من دکتر فرشته اکبرپور به مدت 2 ساعت دقایقی کمتر در خدمت شما عزیزان خواهم بود و طبق معمول 1 ساعت اول رو شروع میکنم به صحبت کردن در مورد مطلب یا مطالبی که فکر میکنم دانستنش برای همه ما لازم باشه و در قسمت دوم برنامه پرسش های شما عزیزان رو تا اونجایی که سوادم اجازه بده پاسخگو خواهم بود. اجازه بدین که یک سری به میهنمون بزنیم، به کشور عزیزمون ایران که این روزها مثل هوای پاییزی خیلی دلش گرفته. اجازه بدین 2 تا موزیک ویدیو نگاه بکنیم و بعد در خدمتتون خواهم بود. نمیدونم چرا هنوز یاد تو میافتم که با هر قطره اشکت منم مثل تو آشفتم. نمیدونم چرا منم مثل تو بیتابم، شبایی که تو بیداری به یاد تو نمیخوابم. اونقدر گفتن که آزادی به من که ساده تن دادی، شاید ظلم دیروزه که به این روز افتادی. منم از رنگ تو میشم، سراغ عشقو میگیرم که با هم قطره خونت منم مثل تو میمیرم. پای حرف تو میمونم که امیدو به من داد. منم همراه تو میشم به عشق صبح آزادی، به عشق صبح آزادی. ممنون از اتاق فرمان و همچنین از آقای عقیلی که آهنگ به این زیبایی رو اجرا کرده بودن و اجازه بدین که تیتر برنامه امروز رو خدمتتون اعلام بکنم. اولا در این ماهی که درش هستیم
قرار بود که ما راجع به سلامتی بچه هایی که از اون مسائل بسیار بسیار مهمی که معمولا راجع بهش صحبت میشه، اطلاع رسانی در مورد سلامت نگه داشتن بچه ها و نوجوانان، یعنی معمولا زیر 20 سال رو ما حساب میکنیم. و خب من متاسفانه در این ماهی که گذشت زیاد برنامه نداشتم و خب دلایل موجهی بوده، ولی خب مدت طولانی بود. ولی یکی از اونها ازدواج بچه خواهرم بود که خواهر من مثل خواهر کوچکمه و فرزندش داشت ازدواج میکرد. مجبور بودیم که خارج از شهر بریم و بسیار بسیار جلسه زیبا و خانوادگی و خیلی خیلی خوبی بود. و بعد دلیل دومش هم مریضی مادرم بود و نتونستم که در این ماه زیاد در خدمتتون باشم، ولی امیدوارم که بقیه این ماه و ماه دیگه و ماه‌های دیگه در خدمتتون باشم. خب مسئله رو داشتم نگاه میکردم که همینطور چشمم رو گرفت و واقعا متاسف شدم راجع بهش. اجازه بدین این اسلاید رو نشون بدیم. بله، همطور که میبینین نوشته شیوع 7% کبد چرب در نوجوانان و طبق گزارشات اینطور داره میاد که رئیس انجمن مطالعات کبدی ایران در گفتگو با ایسنا گفتن که بر اساس مطالعه‌ای که در مدارس راهنمایی کشور انجام شده 7% نوجوانان مبتلا به کبد چرب هستند. بعدم فرمودن که 40% مردم با کبد چرب مواجهن. امروزه شایع‌ترین علت پیوند کبد چربه. در گذشته هپاتیت‌های ویروسی بوده، ولی الان کبد چرب متاسفانه تعداد مبتلایان بیشتر شده و گرفتاری‌ها زیادتر شده و به این مسئله فکر می‌کنم باید توجه بسیار زیادی بشه. خیلی ممنون. حالا این چه دلیلی داره با برنامه من؟ یکی این که خب آدم بدونه که بچه ها هم کبد چرب میگیرن. برنامه‌های من در این چند سالی که در خدمتتون بودم مرتباً سعی کردم که راجع به این مسئله صحبت کنم. حتی مثال بچه‌های ژاپن رو زدم که با اینکه خب قرار بوده سالم زندگی بکنن، غذای سالم بخورن و معمولاً آنچنان چاقی در بینشون زیاد نبوده، ولی متاسفانه دیدیم که این روزها به خاطر تغییر دایت و نحوه غذا خوردنشون و نحوه زندگی عوض شده، بیشتر به قولن همه روی کامپیوتر هستن و روی تلفن‌هاشون هستن. این باعث شده که یه مقدار فعالیت‌ها کمتر بشه و چاقی‌ها بیشتر بشه و متاسفانه خیلی از بیماری‌ها من جمله مرض قند بره بالا. رابطه مرض قند با به اصطلاح با کبد چرب بسیار تنگاتنگه. یعنی اینکه در خیلی از مطالعاتی که انجام دادن دیده شده که 50 تا 70% بیمارانی که مرض قند دارن، مخصوصا مرض قند نوع 2 تایپ 2 دیابتیس، اینا منجر میشن به کبد چرب. و همچنین کبد چرب هم متوجه شدن که یکی از اون عواملیه که باعث به وجود آمدن انسولین رزिस्टنس و به اصطلاح عدم تطابق انسولین با قند خون میشه و همچنین باعث به وجود آمدن مرض قند. پس بنابراین این دوتا به هم دیگه خیلی رابطه دارن. خب فکر کردم که مسئله ای رو مطرح بکنم امروز که مربوط به خیلی چیزهای زندگیمون این روز و روزگارا میشه و اون صحبت کردن راجع به مرض قنده. اگه وقت بشه راجع به انسولین رزिस्टنس، اهمیت تغذیه و همچنین رابطه انسولین در بیان ژنتیکی روی ژن‌های بدن ما چه کار میکنه و واقعا وقتی که برنامه امروز رو نگاه بکنین متوجه خواهید شد که رابطه‌ای داره این به اصطلاح مرض قند، انسولین، تغذیه، نحوه زندگی ما
با بیان ژنتیکی و وقتی که با ژن ها رو بتونه روش تاثیر بذاره روی پیری زودرس، و وقتی که میگیم پیری زودرس، بیماری هایی که با پیری میاد در سنین جوانتر و خیلی چیزهای دیگر رو امروز متوجه خواهیم شد. فکر کردم که اگر راجع به این مسئله صحبت بکنم خیلی چیزها رو به اصطلاح ما راجع بهش بحث می‌خواهیم کرد و در واقع یه مقدار زیادی راجع به تمام این سوال‌هایی که داریم رابطه آنها با مرض قند و غیره سوالامون جواب داده خواهد شد. خب اصلا خود مرض قند یعنی چی؟ یعنی اینکه مجموعه از metabolic disorders یا ناهنجاری های متابولیزمی که منجر میشه به اینکه قند خون بره بالا. پس بنابراین ناهنجاری هایی که در فعل و انفعالاتی که باید به وجود بیاد که قند به اصطلاح به سلول های بدن ما برسه و باعث انرژی سازی بشه، اگر ناهنجاری هایی در این راه ها به وجود بیاد، قند به جای اینکه درون سلول ها بشه و انرژی سازی بکنه و میتوکندری هامون رو تقویت بکنه و سالم نگهمون بداره، برعکس در خونمون میمونه، در خون میره بالا و باعث گرفتاری های زیادی میشه. پس بنابراین مثل اینه که شما یک سیلی از به اصطلاح قند خون راه افتاده، سیلی از قند راه افتاده در بدن شما و درون خونتونه و این قند خونتون بالاست، در این سیلاب خیلی خیلی بالاست، اما قحطی به وجود میاد درون سلول های بدن شما و ارگان های شما. یعنی قند در خون خیلی بالاست اما درون سلول های شما که احتیاج دارن، هر سلولی در بدن ما تک به تکشون احتیاج به قند داره برای اینکه سوخت و ساز درست انجام بشه، کارش رو درست انجام بده و انرژی سازی بشه. پس این به طور کلی تعریف ساده بیماری قند یا مرض قند. از نظر تعدادی که اگر بخوایم صحبت بکنیم، واقعاً ارقام وحشتناکن. یعنی وقتی که آدم مقایسه میکنه که چقدر به سرعت داره تعداد مبتلایان بیماری قند میره بالا، متأثر میشه، متاسف میشه، ولی خب به هر حال این اعدادیه که ما باید الان بدونیم. این ارقامی رو که دارم خدمتتون الان عرض میکنم از جون 22 2023 هست، یعنی 2-3 ماه پیش. و اگرم علاقمند بودین میتونین برین www.healthdata.org این ارقام رو قشنگ ملاحظه بکنین و مشاهده بکنین که ببینین چه خبریه. الان در حال حاضر در سراسر دنیا بیشتر از 0.5 بیلیون نفر، یعنی حدوداً میگن 537 میلیون از عزیزان در سراسر دنیا دارن با بیماری مرض قند تشخیص داده شده زندگی میکنن. پس در سراسر دنیا این تعداد زیادیه. وقتی که مقایسه میکنیم با سالهای پیش مسلماً تعداد کمتر بوده. البته جمعیت هم نسبت به قرون پیش بیشتر شده، ولی به طور کلی بیماری مرض قند خیلی خیلی به سرعت داره میره بالا. برای اینکه واقعا بدونین که منظور من چی هستش، بین سالهای 2019 و 2021 یعنی 2 سال، در فاصله 2 سال 73.6 میلیون مرض قندی اضافه شد به تعداد مرض قندی ها. خب تو این 2 سال که آنقدر زاد و ولد انجام نگرفته که بگم این همه واقعا تعداد زیاد شده، ولی به طور کلی متوجه میشیم که یکی از مسائل مهممون وقتی دقت بکنیم در اون فاصله تاریخی چه اتفاقی افتاده 2019 تا 2021، متوجه میشیم که یکی از اون مسائلی که اتفاق افتاده کووید بوده. کووید چه کار کرد؟ آیا ویروس باعث مرض قند شد؟ به طور مستقیم خیر، هنوز جوابی برای اون نداریم. به طور غیر مستقیم بله،
چرا؟ برای اینکه یک استرس رو خیلی خیلی بالا برد. استرس ها رفتن سر به آسمون زدن که خود استرس هورمون کورتیسول ترشح میکنه و بعد از نظر هورمونی عدم تعادل به وجود میاره، میتونه باعث چاقی و میتونه باعث بالا رفتن قند بشه. 2، بیخوابی هایی که اتفاق افتاد باز دوباره به خاطر استرس، اون هم یکی از همینا. دیرخوابی هایی که اتفاق افتاد که آدم دیر میخوابه و مجبوره یا گرسنش میشه میره یه چیزی میخوره. یه مقدار غذا شاید به اون سالمی که بود دیگه نبود، مردم نمیتونستن برن بیرون مرتب خرید بکنن، از اون چیزهایی که در منزل داشتن استفاده میکردن، شاید اون نحوه سالم غذا خوردنشون به هم خورده بود، نمیتونستن برن بیرون ورزش بکنن. اون ورزش های بیشتر کارها اومد داخل خونه و به حالت نشسته جلوی کامپیوتر بود و غیره. حتی میدونین ویزیت دکترها الان دیگه اکثرا از زمانی که این کووید به وجود اومده شما میتونین به راحتی از طریق به اصطلاح تلمدیسین یا راه به اصطلاح تلفنی یا اینکه اسکایپ میتونین با دکتراتون صحبت بکنین. به هر حال اینها چیزهاییه که اتفاق افتاده و به علاوه خب عرض کردم یه مقداری هم عدم توجه به نحوه غذا خوردنمونه به طور کلی. همه اینها باعث شده که در این 2 سال 73.6 میلیون به تعداد بیماران مرض قندی اضافه بشه. به طور کلی دارن میگن که اگر چنانچه بخوایم به International Diabetes Federation یا IDF نگاه بکنیم، فدراسیونیه که اطلاعات رو راجع به بیماری قند و تعداد بیماران قندی میده بیرون، میگن که 10.5% جمعیت دنیا الان مرض قندی هستن. اینایی هستن که تشخیص داده شدن. تازه طبق بعضی از گزارشات میگن که نیمی از اشخاص هستن که مرض قند دارن ولی تشخیص داده نشده، نه خودشون متوجه هستن و نه اینکه اون علائم واضحی رو که باعث تشخیص مرض قند میشه پزشکانشون دیدن. در نتیجه اینا کسانی هستن که در نوبه هستن یا در صف هستن که از اینکه تشخیص داده نشدن تبدیل بشن به تشخیص داده شده. بعد میگن که این آماری که خدمتتون عرض کردم که 10.5% جمعیت دنیا الان این بیماری رو دارن، میگن که تا سال 2045 حدود 12% جمعیت دنیا بیماری مرض قند خواهند داشت. بعد مطالعاتی رو در سال 2012 انجام داده بودن و دیدن که 1/4 مردم به طور کلی دنیا انسولین رزیستنس هستن. یعنی اینکه جواب راجبهش امروز اگه وقت بشه صحبت خواهم کرد ولی من مرتب راجبه این مسئله صحبت کردم در برنامه‌های گذشته. انسولین رزیستنس یعنی اینکه هنوز کاملا مرض قندی نیستن ولی علائمش رو دارن و از نظر تطابق دادن انسولین با میزان قند و صحبت کردن با ژن‌ها اینا به هم خوردن و بالاخره اینها اگر معالجه نشن منتهی میشن به بیماران قندی. و بعد الان در حال حاضر میگن که از هر 3 نفر آمریکایی 1 نفرشون انسولین رزیستنسه. از هر 3 نفر آمریکایی 1 نفر، یعنی تعداد بالاست. مسلماً اینو بدونین که در اکثر کشورهای دنیا هم متاسفانه این ارقام هستن و این نمره صدق میکنه. اگر از نظر آمریکا بخوایم حساب بکنیم حدود بیشتر از 37 میلیون آمریکایی الان مرض قندی هستن که همون میشه 10%، یکی از 10 نفر، و میگن حدوداً 90 تا 95%شون مرض قند نوع 2 دارن و بعد البته مرض قند هم انواع مختلف داره. 2 معمولاً در سنین به اصطلاح بزرگسالی اتفاق میفته ولی الان بچه ها هم متاسفانه گرفتارشون هستن و بعدش هم
بعدش هم تایپ 1 داریم که معمولاً بچه‌ها و جوانترها اینو گرفتار میشن که اون کاملاً مکانیزمش و به وجود آمدنش فرق داره با این نوع تایپ 2 مرض قندی که ما امروز بیشتر صحبت خواهیم کرد. و بعد هم خب انواع مختلف دیگه داریم. جستیشنال دیابتیس که خانم‌های حامله معمولاً میگیرن که راجع به اونم مفصلاً در امروز نه ولی یه روز دیگه صحبت خواهم کرد، چون بسیار بسیار حائز اهمیت از نظر سلامتی بچه‌ها و خود مادر. و بعدم الان دیگه آلزایمرز رو بعضیا جزو مرض قند نوع 3 دارن حساب میکنن و وقتی امروز صحبت بکنیم متوجه میشین که چرا اصلا راجع به آلزایمرز رو آوردن جزو مرض قندی ها. امروز متوجه خواهیم شد. پس بنابراین همطور که خدمتتون عرض کردم مرض قند نوع 2 معمولا در سنین بالاتر، مخصوصا بالای سن 45 معمولا اتفاق میفته، ولی الان در جوانها و تینیجرها و همچنین نوجوانان و بچه ها هم داریم میبینیم که این اتفاقات متاسفانه داره رخ میده و دارن مرض قند نوع 2 میگیرن. از نظر کشور اگر چنانچه بخوایم بگیم چه کشورهایی تعداد دیابتیکشون مرض قندیاشون زیادتره، مسلما خودتون میتونین حدس بزنین. کشورهای پرجمعیت نمره اول رو دارم چین حدود 140 میلیون نفر الان مرض قندی داره و بعدش هندوستان، بعدش پاکستان، بعد رتبه 4 رو آمریکا داره USA، بعد اندونزی، برزیل، مکزیک، بنگلادش، نمره 9 ژاپن و 10 مصر. پس بنابراین همطور که میبینین کشورهای پرجمعیت. و بعد برای من تعجب از ژاپن بود که ژاپنی ها که اینقدر اهمیت میدن به تغذیه و سالم غذا میخورن و آنتی اکسیدانت و غیره، چرا اینها واقعا الان این همه تعداد به اصطلاح مرض قندی هاشون رفته بالا. ولی خب یکی از جوابهایی که داریم اینه که تعداد پیرها و سالخوردگان در ژاپن رتبه اول رو داره در دنیا. پس بنابراین ما میتونیم بگیم علت این که الان افتاده تو این جدول یکی از دلایلش عمر طولانیه که ژاپنیا دارن و تعداد پیرهاشون و سالخورده هاشون که واقعا دیگه بالای 80 سال هستن در دنیا رتبه اول رو داره که واقعا باید بهشون جایزه داد از اون نظر. و خب وقتی هم که سن میره بالا خود به خود این پیری سلول ها و تغییرات دی ان ای که درشو به وجود میاد بدن رو مستعد میکنه به بیماری های مزمن و مرض قند. اون هم یکی دیگه از دلایلش به نظر من میتونه باشه. خب حالا بریم یه مقدار راجع به این مسئله صحبت بکنیم و ببینیم که این بحث امروز ما به کجا خواهد رسید. از نظر علمی واقعا اگر چنانچه بخوایم راجع به سلامتی انسان ها صحبت بکنیم، خیلی از دانشگاه‌های بزرگ در دنیا تحقیقات خیلی زیادی کردن که کمک کرده برای اینکه ما تشخیص بدیم چه کار باید بکنیم سالمتر بمونیم و چه چیزهایی سلامتیمون رو به خطر میندازه. یکی از این مطالعات بسیار بسیار با ارزشی که بیرون اومده در رابطه با سلامتی و بعد هم منتهی میشه به بحث امروز ما، مطالعاتی بود که از ماساچوست جنرال هاسپیتال در هاروارد مدیکال اسکول در بوستون، یعنی از دانشگاه هاروارد این مطالعات در ماساچوست جنرال هاسپیتال در بیمارستان ماساچوست انجام گرفته و این مطالعات رو خدمتتون عرض میکنم که چی بوده. اگر ممکنه عکس اسلاید بعدی رو نشون بدین ممنون میشم. آقای دکتری به اسم گری رافکن که ایشون هنوزم خوشبختانه زنده هستن، در قید حیات هستن. ایشون یک امریکن مولکولار بیولوژیست، یک بیولوژیست و به اصطلاح دانشمند
آمریکایی، یکی از اساتید برجسته دانشگاه هاروارد و خیلی خیلی ید طولایی داره در جنس شناسی و ژنتیک و کارهایی که درباره ژنتیک میکنه. خیلی ممنون. این آقای گری رافکن و همکارانشون اومدن و یک سری از مطالعاتی رو داشتن انجام میدادن روی کرم‌های رده پایین، یعنی کرم‌های خیلی درجه بالا هم نبود، روی کرم‌های رده پایین که یکی از این کرم‌ها که معروفه برای کسانی که میخوان در مورد طولانی تر کردن اون مطالبه کنن، این کرم رو میشناسن به اسم سی الگنس. این کرم سی الگنس که همینطور که خدمتتون عرض کردم یک کرم رده پایین هستش، در زیست شناسی اگه بخوایم توجه بکنیم بهش، کاری که دیدن متوجه شدن این کرم حدود 20 تا 30% عمرش طولانی میشه موقعی که غذا بهش نمیرسه و استرس میشه. پس بنابراین وقتی که استرس بهش میخوره و غذا کمه، کمبود غذا هست، این کرم دیده شده که 20 تا 30% به عمرش اضافه میشه، در صورتی که اگر چنانچه شما به اصطلاح گرسنگی زیاد به انسان ها بدین، به حیوان ها بدین، خب مسلما اینها زودتر از بین میرن و عمرشون خیلی خیلی کوتاه‌تر میشه. ولی در مورد این متوجه شدن که تازه 20 تا 30% هم عمرش بیشتر میشه. در مرحله اول فکر میکنیم که خب این یک کرم رده پایین اصلا چیکار به انسان داره، چیکار به بحث امروز ما داره، چیکار به انسولین داره. ولی اجازه بدین این رو امروز که صحبت میکنم متوجه خواهید شد. و در ضمن من از شما عزیزان خواهش میکنم اگر عزیزانی دارین که مرض قندی ان یا یه مقدار وزنشون زیاده، یه مقدار گرفتاری وزن از دست دادن دارن، هر کاری میکنن نمیتونن وزن از دست بدن، یه مقدار مودشون عوض میشه، از نظر روحی روانی واقعا تغییرات یه مقدار روانی و رفتاری درشون به وجود میاد بی جهت بی دلیل، در خانم‌های جوانی که عادت‌های ماهانه‌شون به هم میخوره، در آقایونی که میل جنسیشون کمتر شده مخصوصا در سنین جوانتر که دلیلی نیست برای اینکه میل جنسی کم بشه یا اینکه نتونن کارهای زناشویی رو به راحتی انجام بدن، و همچنین در خانم‌ها و آقایان انرژیشون کم میشه، لیبیدوشون به طور کلی میل انجام دادن کارشون درشون پایین اومده، یا احساس افسردگی بی جهت میکنین، یا اگر بدن درد بی خود دارین و به هر حال خیلی از گرفتاری های دیگه، خواهش ازتون میکنم که به هم دیگه اگر ممکنه خبر بدین این برنامه من رو نگاه بکنن. برنامه جالبیه، فکر میکنم که اطلاعاتی رو که به دست خواهید آورد خیلی کمکتون بکنه برای اینکه بدونین که واقعا در دنیا و در زندگی ما چه خبره، درون بدن ما چه خبری داره اتفاق میفته، چه چیزهایی داره اتفاق میفته. پس بنابراین اومدیم و این مسئله رو خدمتتون عرض کردم که این سی الگنس متوجه شدیم که یک کرم رده پایینیه، استرسش میدن، کم غذا بهش میدن، عمرش طولانی میشه. بعد دانشمندان گفتن ای بابا نکنه ما این کار رو اگر بتونیم تقلیدش بکنیم و ببینیم که واقعا اگر بریم به تحت این مسئله برسیم شاید بتونیم کارایی بکنیم که حالا اگه با گرسنگی هم نباشه ببینیم اصلا چه خبری در بدن این کرم اتفاق میفته، بریم روی انسان‌ها و بتونیم عمر انسان‌ها رو طولانی بکنیم. و اینا با کمال تعجب یک ژنی رو کشف کردن در بدن این کرم، در بدن این کرم سی الگنس ژنی رو پیدا کردن که این ژن برنامه گذاری میکنه برای به وجود آوردن پروتئینی به اسم هیبرنین و داف2. پس بنابراین این ژنی رو پیدا کردن، این ژن ها هستن که این ساختار پروتئین ها رو به عهده دارن. این ژن ها برنامه گذاری شدن در بدن این کرم که یک ماده پروتئینی به وجود میاره به اسم هیبرنین یا داف2. پس بنابراین این رو اینا پیدا کردن. بعدن این چه کار میکنه؟ اینو متوجه شدن که وقتی که با انسان
با ژن‌های انسان‌ها در میان، یعنی مقایسهشون کردن، دیدن که واقعا این همون کاری رو میکنه که یک ژن، به اصطلاح یک پروتئین دیگری، یعنی این پروتئین ها رو وقتی نگاه کردن متوجه شدن کارشون تقریبا برابره با همون پروتئین هایی که ما میگیم Human Insulin Receptor Protein، یعنی اینکه در انسان ها یه مقدار گیرنده های انسولین، پروتئین هایی هستن که گیرنده های انسولینن. یعنی اینا چی کار میکنن؟ اینها پذیرا هستن برای انسولین. اینا در کجا هستن؟ پخش شدن روی قشاع سلول ها، یا جداره، یا بهتر بگم دیواره سلول ها، نه قشاع، دیواره سلول ها. روی دیواره سلول ها اینا پخش شدن و در اونجا هست که پذیرا هستن برای انسولین. انسولین میره از طریق اونا و بعد پیام میرسونه به اونا و اونها هم پیام رو میبرن درون سلول ها و به ژن ها پیام میدن و توسط پیامی که از انسولین بهشون اومده باعث تغییرات ژنتیکی میشن، یا ژن ها رو باعث میشن که عوض بشن. حالا شما نگاه بکنید که این چقدر جالبه که این مسئله رو ما جا بندازیم، بتونم جا بندازم. مسئله مشکلیه یه مقدار از نظر به اصطلاح پزشکی و ترمای پزشکی، ولی خب سعی میکنم که خیلی ساده این رو جا بندازم. پس بنابراین در اون کرم های سی الگنس، اون پروتئین هایی که درشون پیدا کردن چه کار میکردن؟ پروتئین ها کارشون این بود که در موقعی که غذا کم بود یا استرس به این کرم ها وارد میشد که احتیاج به انرژی بیشتری داشتن، این پروتئین های هیبرنین یا دف2 اینها باعث می شدن که به اصطلاح انرژی، باعث تعویق انداختن متابولیسم این بدن این کرم می شدن. یعنی سوخت و ساز رو تعویق می کردن، به تعویق می انداختن، عقب می انداختن، یعنی متوقف می کردن سوخت و ساز بدن این کرم رو. چرا؟ که اگر هم انرژی یا به اصطلاح مواد غذایی در بدن این کرم به وجود اومد، اون رو ذخیره بکنن برای روزهایی که زندگی سخت میشه و غذا بهشون نمیرسه. خب حالا شما حساب بکنی که بدن کرم ها این حالت درش به وجود اومده، یعنی متابولیسم به تعویق افتاده. همین حالت رو عرض کردم خدمتتون، شبیه این رو پیدا کردن در انسان. همین کاری رو که به اصطلاح این پروتئین هیبرنین و اینا میکنن، در انسان هم متوجه شدن که به اصطلاح انسولین ریسپتور پروتئین وجود داره و این گیرنده های انسولین هستن که اگر چنانچه شما به اینا به اصطلاح انسولین زیادی بدین یا یه مقدار متابولیسم بدن شخص به هم بخوره، اینا باز دوباره دستور میگیرن که چه کار کنن؟ متابولیسم شخص رو بیارن پایین. متابولیسم شخص بیاد پایین چطور میشه؟ متاسفانه انسان ها مثل کرم ها که نیستیم که کاری نکنیم، یا خوشبختانه ما همش در حال فعالیتیم، مغزمون فعالیت داره، همه چی داره، در نتیجه احتیاج به انرژی داریم، مرتب باید استفاده بشه. پس بنابراین اگر چنانچه متابولیسم به تعویق بیفته، باعث میشه که یک مقداری مکانیزم بدن به هم بخوره و یک گرفتاری هایی در بدن ما به وجود بیاد که بعد میتونه منجر بشه به مرض قند و گرفتاری هایی که به خاطر مرض قند به وجود خواهد اومد. دانشمندی به اسم دکتر جیم تامس از دانشگاه واشنگتن سیاتل میگه که چقدر تعجب آوره که ما متوجه شدیم، به اصطلاح شانسی، همینطوری تصادفی متوجه شدیم که این قسمت یا این مکانیزم مهمی که در بدن انسان ها به وجود میاد و اتفاق میفته،
این مکانیزم ببینین ریشش و قسمت ارسی و موروثیش از کجا داره به ما میرسه. از یک کرم رد خیلی پایین به ما رسیده و واقعا این تعجب آوره که بفهمیم که چجوری از بدن یک کرم رد پایین تونستن پی ببرن به این که این داستان به اصطلاح انسولین و گیرنده های انسولین و اینا در روی دیواره های سلولای بدن ما چه کارها میکنن. ولی وقتی که اگر چنانچه از نظر سیر تکاملی بخوایم بریم میبینیم که بله از همون کرم به اصطلاح ناچیز یا کرم رد پایین شروع شده. قسمت آبا اجدادیمون اگه بخوایم واقعا حساب بکنیم. خب حالا دیگه این رابطه بین به اصطلاح عمر ما و به لایف اسپن یا طول عمر، چون داشتیم راجع به کرم صحبت میکردیم که طول عمر زیاد شد، حالا رابطه لایف اسپن و هورمون انسولین این دیگه خیلی جالب شده. حالا ببینیم که واقعا انسولین چه کاری در رابطه با عمر انسان ها داره. این آیا همونطور اتفاقاتی که در بدن اون کرم ها اتفاق افتاد اتفاق میفته یا نه برعکسش داره اتفاق میفته در بدن ما. الان دیگه ما فهمیدیم که انسولین به اصطلاح یک هورمون اساسی و رول مهمی داره در رابطه با ژن ها و تغییر دادن و نمایش ژنی. این دیگه برای ما الان ثابت شده، ولی به همین راحتی هم ما به این اطلاعات پی نبردیم. از نظر اینکه آیا چه اتفاقاتی خواهد شد و این انسولین واقعا چه کار خواهد کرد در بدن ما، الان خدمتتون عرض میکنم. اگر چنانچه شما انسولین رو درست کنترل نکنین، انسولین درست کنترل نشه و قند خون شما همینطور بره بالا، این باعث میشه که یه مقدار زیادی بیماری قند به وجود بیاد، یعنی تعداد بیماران قندی همینطور بالا خواهد رفت اگر چنانچه ما نتونیم رابطه انسولین و قند خون رو درست بکنیم. و وقتی هم که قند خون، بیماری قند خون به وجود بیاد، میدونین شما همتون که چقدر به اصطلاح گرفتاری های زیادی رو در انسان ها و حیوانات به وجود خواهد آورد. به طور کلی کسانی که مرض قند میگیرن، مخصوصا قند نوع 2، این عزیزان شبیه این هستش که ما پیری بیولوژیکی، یعنی سن بیولوژیکی اینا رو داریم به سرعت میبریم بالا، یعنی پیری زودرس فیزیولوژیکی و بیولوژیکی در اینها به وجود میاد. منظور من چیه؟ منظور من اینه بیماری هایی رو که معمولا در سنین بالا باید سراغ انسان ها بیان، سنین بالا منظورم بالای 70-80 ساله، متوجه میشیم که در اشخاص جوان 40-45 ساله، 50 ساله، 60 ساله حتی این اتفاقات میفته. یعنی چی؟ یعنی بیماری هایی که در سنین خیلی پیری باید اتفاق میافتاد الان زودتر داره اتفاق میفته. از اون مثالش رو اگه بخوام خدمتتون عرض بکنم، ناراحتی های چشمیه. از نظر اینکه دیابتیس به اصطلاح رتیناپاتی یا روی شبکیه اثر میذاره، مرض قندی که کنترل نشده، و وقتی که اثر بذاره متاسفانه میتونه منجر به کوری بشه و این یکی از اون صدمه های بزرگیه که میتونه مرض قند کنترل نشده به وجود بیاره. از کارهای دیگه که میتونه به وجود بیاره ناراحتی های کلیویه. ناراحتی های کلیوی و بیماری های مزمن کلیه بسیار بسیار رابطه دارن با بیماری قند. یعنی بیماری که شما ممکنه هیچ وقت سراغ نباید میومده یا در سنین 80-90 سالگی باید سراغ شاید میومده، الان میبینین که در بیماران مرض قندی در سن 30، 40، 50، حالا هر کس که دیگه مرض قندش نمیدونم کی شروع شده، شروع میشه درشون.
و بیماری کلیوی که دیگه از عوارض به اصطلاح همین بیماری های قند و انسولین کنترل نشده است. و بعد یکی دیگه از اون بیماری های بسیار بسیار گرفتاری های زیادی که به وجود میاد، بیماری همون وقتی انسولین به اصطلاح کنترل نشه، خود مرض قند به وجود بیاد. بعدش چه گرفتاری ها به وجود میاد؟ ناراحتی های واسکولار، کاردیوواسکولار، ناراحتی هایی که به قلب ما رابطه داره، به رگ های ما بستگی داره، فشار خون. ممکنه حتی قبل از تشخیص مرض قند که به معنای واقعی بگن که شما مرض قند داریم، ممکنه که شما پیش درآمدش قبل از اینکه تشخیص داده بشه مرض قندتون، شما حتی فشار خون هم داشته باشین. و در اون جاست که وظیفه ما دکتراست که باید بریم اگه مرض قندی رو، اگه کسی رو دیدیم مخصوصا در سن جوانتر ببینیم فشار خونی شده، باید بریم پیدا بکنیم شاید مرض قند هم در شرفه به وجود اومدنه. پس بنابراین مرض قنده و بعدم ناراحتی های ریسک، ناراحتی های قلبی و ناراحتی های عصبی زیاد میشه. حالا نوروپاتی یعنی مثلا سوزش و درد کردن اعصاب دست، اعصاب پا، اینها همگی به خاطر همین مرض قندی خواهد بود که متاسفانه در سنین زودتر ما تشخیصش ندادیم و پیشرفته شده. پس بنابراین اینا همه گرفتاری هایی که عواقب بیماری قند و کنترل نکردن انسولین و عدم کنترل انسولین و بالا رفتن قند خون خواهد بود. مطالعاتی رو داشتم که برای من جالب بود، البته خیلی کهنه از قدیمی، مال سال 1996 و خوشبختانه الان از این عوارض خیلی 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 کمتر ما داریم میبینیم. ولی به طور کلی میخواستم فقط اهمیت بیماری قند رو ببینین که اگر درست معالجه نشه و کنترل نشه ببینین چیه. این اعداد و ارقام از 1996 دارن میگن که در اون موقع وقتی که مطالعاتشون انجام دادن در آمریکا، دیده شد که 920,000 نفر در سال بیناییشون رو از دست دادن و بعدش هم 691,000 نفر در سال ناراحتی کلیه گرفتن و 678,000 نفر امپیوتیشن لور اکستریمیتی، یعنی اینکه با قطع شدن پاشون، حالا یا زانو به پایین یا یه مقدار پایین تر یا پاهاشون، به هر حال یه مقدار به امپیوتیشن یا قطع پاها منجر شد. اینا رو فقط از نظر این دارم خدمتتون عرض میکنم که ببینین کنترل کردن این بیماری چقدر حائز اهمیته. خوشبختانه الان هم دانش اشخاص رفته بالا، هم سواد ما دکترا بیشتر شده، هم اهمیت به تغذیه بالاتر رفته، هم اینکه دواهای خیلی خیلی خوبی اومده تو کار و بعد مردم اهمیت ورزش رو بهش پی بردن و خیلی چیزهای دیگه که امروز صحبت خواهم کرد و سعی میکنن که هم در مراحل زودتر، حتی در زمانی که انسولین رزیستنس تشخیص بیماری داده بشه که منجر نشه به بیماری خود قند و قند کامل، و هم اینکه اگر هم دارن این بیماری رو دارن با دواها خیلی قشنگ کنترلش بکنن که بدونن واقعا چه کار باید بکنن که عوارضش یا به وجود نیاد یا کمتر بشه. خب حالا چیز جالبی رو که میخواستم خدمتتون صحبت بکنم اینه که همینطور که خدمتتون عرض کردم، قبل از اینکه خیلی جلوتر از اینکه مهر دیابتیس بهتون بزنن بگن که شما مرض قندی هستین، یک سری از علائمی به وجود میاد که شاید ما ربطش ندیم به مرض قند، ولی مهمه که این اطلاعات رو داشته باشیم و اگر فرض بکنیم که فکر کنیم شاید واقعا رابطه داشته باشه، خود شما عزیزان باید این اطلاعات رو داشته باشین، از پزشکانتون بخواهید که شما رو چکاپ کامل بکنن برای انسولین رزیستنس، برای متابولیک دیسوردر، برای مرض قند و غیره. خب
حالا این چیزهایی که ما باید بدونیم واقعا، دو دسته از چیزها رو از علائم رو خدمتتون عرض میکنم. علائم مرض قند که دیگه همتون میدونین اینه که خستگی دارن. اینا همیشه خستگی دارن، میگن نمیدونم چرا اینقدر میخوابم ولی همش خستم، خسته بیدار میشم، خسته زندگی میکنم، خسته میخوابم. پس این نوع خستگی که با استراحت و خواب هم خوب نمیشه. این خستگی ها واقعا زیادن و خب الان دیگه دلیلش رو شما میدونین. وقتی قند خون به میتوکندریا، قند به میتوکندریا نرسه و متابولیسم مختل بشه، در نتیجه انرژی به وجود نمیاد و شما همیشه احساس خستگی خواهید کرد. خب پس یکی از علائمش خستگی زیاده. خستگی میتونه 1000 تا دلیل داشته باشه، ولی یادتون باشه عزیزان من، یکی از علائم مهم مرض قند هم میتونه باشه. خب پس بنابراین خستگی. blurred vision، چشمتون اون به اصطلاح حالت که قشنگ قوه تشخیص داد، به دقت میتونستین همه چی ببینیم، میبینیم blurred. حالا چرا؟ حالا اصلا رابطه داره. آیا واقعا مرض قند خدای نکرده صدمه زده به شبکیتون، یا اینکه نه باعث کاتاراکتایی شده که این گرفتاری رو درتون به وجود اومدن؟ به هر حال یا اینم که فلکچویشن یا بالا پایین رفتن قند باعث میشه که شما به مغزتون خون نرسه و شما یه مقدار بیناییتون رو با اون دقتی که بود نداشته باشین. frequent urinations، ادرار، تکرار ادرار. چرا تکرار ادرار به وجود میاد؟ برای اینکه کلیه ها بسیار بسیار باهوشن، احساس میکنن که قند خون میزانش بسیار بالا رفته، مجبورن یه مقدارش از کلیه ها بفرستن بیرون، از ادرار میاد بیرون، در نتیجه شما احساس تکرار ادرار میکنین. بعد یه مقدار احساس گرسنگی میکنین. چرا؟ برای اینکه معمولا وقتی که قند خون بالا باشه، به سلول های شما قند کم برسه، شما اون قند خون بالا باعث میشه انسولین بره بالا. انسولین که بره بالا باعث میشه قند خون فوری بیفته پایین، شما احساس گرسنگی بکنین. حتی ممکنه مثلا نیم ساعت قبلش غذا خوردین دوباره احساس کنین گرسنتونه. پس بنابراین این دلیل یا وقتی که اینطور بشه، یا شما قند خونتون میفته پایین که میگیم هایپوگلایسیمیا یا کمبود قند خون، یا برعکس هایپر انسولینیمیا، انسولین رفته بالا و باعث میشه که شما همش دارین احساس گرسنگی میکنین. و بعد تشنگی زیاد، تشنگی خیلی زیاد احساس تشنگی میکنین. خب وقتی که ادرار زیاد باشه آدم تشنگی هم زیاد احساس میکنه و همچنین یه مقدار غلظت، به اصطلاح غلظت خون بالا رفته و این باعث میشه که شما واقعا بطلب به بدنتون که احتیاج داریم به آشامیدن آب. خب اینا از علائم به قولن که همه میدونیم، از قدیم میدونستیم، حالا میدونیم، احتیاجی هم به بنده نداریم که بشینم اینجا خدمتتون عرض بکنم، همه شما عزیزان میدونید. ولی بعضی از این چیزایی هستش که یه مقدار به فکر میندازتون و بدونین که واقعا خب من اینا رو دارم، شاید واقعا مرض قند دارم. یکی از اون چیزایی که من خودم در پرکتیسم بسیار دیدم، آقایون جوان میان و میگن که بی خود و بی جهت بدون اینکه تستوسترونشون کم شده باشه، هورمونای مردانشون کم شده باشه، هم لیبیدوشون کمه، میل اینکه بخوان به اصطلاح با همسرشون نزدیکی بکنن کم شده، و هم اینکه درست در رخت خواب نمیتونن کارشون رو انجام بدن. پس بنابراین به اصطلاح ارکتایل دیسفانکشن دارن. این یکی از اون چیزهاییه که حتی قبل از اینکه تشخیص مرض قند شما داده باشین ممکنه که یک شخص بیاد پلوتون با این ناراحتی. اکثرا راجع به این مسائل با دکتراشون صحبت نمی‌کنن، خجالت میکشن، یه مقدار شرم دارن راجع به این مسائل صحبت بکنن، ولی این مسئله مهمیه. بذارین پزشکانتون از این مسائل خبردار بشن. پس بنابراین این یه مسئله خیلی مهمیه که در آقایون ممکنه که اتفاق بیفته و بعدش هم اگر یه همچین مسئله امکان داره که واقعاً این باید برن و برای مرض قند چک بشن. مرض قند چند جور میتونه اثر بذاره. یکی اینکه انرژی رو کم بکنه به طور کلی، و یکی دیگه هم این هستش که
نوراپاتی میده. ممکنه که حتی در بعضی از اشخاص نوراپاتی یا صدمه عصبی که به ارگان ها میاد، به قسمت های مختلف بدن میاد، شاید زودتر از تشخیص مرض قند خودش رو نشون بده. پس بنابراین منتظر نباشین که حتما من مرض قند دارم پس بنابراین بعد برم دنبال این مسائل. نه، حالا دارن میبینن که این گرفتاری ها رو شاید خودشون رو خیلی زودتر نشون بدن. پس بنابراین این رو در آقایون حتما جزو اون به اصطلاح علائم خفته است که اگه دارین برین از پزشکانتون بخواید که این کار رو بکنن. بعد یعنی امتحان بکنن، آزمایش‌های دقیق رو روتون انجام بدن. در خانم‌ها هم همینطور ممکنه اون میلی که داشتن برای روابط زناشویی از بین بره. اصلا به طور کلی میلشون به طور کلی برای انجام دادن تفریحات، خرید رفتن، نمیدونم غذا پختن اینا کم بشه و اینم بسیار مهمه در خانم‌ها. و نامرتب شدن عادت‌های ماهانه‌شون، اون هم باید ما رو به فکر بندازه، چون انسولین یک هورمونیه که با بقیه هورمون‌ها و مخصوصا استروژن تنگاتنگ رابطه داره. بس بنابراین مهمه که اگر چنانچه این حالت بهتون دست داد، یعنی به اصطلاح ایرگولار، یا خانم 25 ساله 30 ساله میبینه که بی خود و بی جهت نامرتب شده عادت‌های ماهانش، خوبه که تشریف ببره و بذاره دکتراش چکش بکنن. البته در پلیسیستیک اووریان سیندروم هم که یکی از دلایل مهم نامرتبی عادت‌های ماهانه است و حتی ممکنه بعضیا 1 سال هم حتی عادت ماهانه نداشته باشن، اون هم باز در اونها هم اینا استعداد مرض قند شدن و انسولین رزिस्टنسشون خیلی بالاست. پس ببینین این بحثی رو که من امروز دارم انجام میدم واقعا خودشو داره میچسبونه به خیلی چیزا. خب بعد از چیزهای دیگه که باید صحبت بشه اینه که اگر چنانچه فشار خونتون، مخصوصا اگه جوانین، فشار خونتون بی خود و بی جهت بالاست، اینو حتما برین بی خود و بی جهت دارین وزن اضافه میکنین، یعنی مواظب وزنتونین، ورزش هم میکنین، کم هم غذا میخورین ولی میبینین که وزن اضافه میکنین، مخصوصا دور شکمتون. اینها همه باید ما رو به فکر بندازه که بریم و با دکترامون صحبت بکنیم و ببینیم که چه خبره. خب به طور کلی تمام سلول‌های بدن ما احتیاج به شوگر دارن، احتیاج به قند دارن. پس بنابراین اگر بلاد شوگر، یعنی به اندازه کافی قند در خون باید باشه و به طور درستی هم باید تحویل داده بشه به سلول‌های بدن ما که بتونن سلول‌های بدن ما فعل و انفعالاتشون رو انجام بدن. و اگر چنانچه این کار درست انجام نشه مسلماً باعث گرفتاری های زیادی خواهد بود. اصل منبع اصلی به اصطلاح این انرژی متابولیکی ما گلوکوزه. اجازه بدین اسلاید بعدی رو نشون بدیم. بله ببینین عزیزان من، این الان گلوکوز امروز راجع بهش مرتب صحبت خواهم کرد. اینو خدمتتون نشون میدم که ببینین که چیه گلوکوز. اونهایی که به هر حال شیمی و اینا خوندن، همه شما عزیزان میدونین این کربن داره، هیدروژن داره و اکسیژن. 6 تا کربن داره، 12 تا هیدروژن داره، 6 تا هم اکسیژن. و بعد اگر نگاه عکس تصویرش بخوایم بکنین میبینین که اون آبیا به اصطلاح هیدروژنن، بعد اون 6 تا قرمزا کربنن، 6 تا سبزا هم اکسیژنن. یعنی اینجا همینطور، نه که بگم اکسیژن سبز رنگه، ولی اینجا تو این تصویر اینطور نشون دادن که به راحتی بدونین شما که مسئله چیه. پس ببینین این استراکچر یک گلوکوزه، یک مولکول گلوکوز این شکلیه و این هستش که واقعاً انرژی متابولیک انرژی رو تهیه میکنه. برای تمام بدن ما لازمه، برای همه سلول ها و خیلی از ارگان های بدن ما احتیاج دارن به این گلوکوز که بیاد و اینا بتونن کارشون رو انجام بدن. حالا بعضی از جاها ممکنه که احتیاج به قند مستقیم نداشته باشن، ولی اکثر ارگان های بدن ما احتیاج به قند خون دارن برای اینکه
قند خون رو به اصطلاح کاراشون رو انجام بدن. کنترل قند بسیار بسیار مهمه از نظر دایتمون و از نظر به اصطلاح منیج کردن و ترتیب درستی بدیم برای اینکه هورمون هامون درست بشن. برای اینکه مثلا دارم میگم برای مغز ما که یک قسمت 3% در اشخاص بالغ، در بزرگسالان 3% وزن بدن ما رو مغز ما گرفته، ولی 20% انرژی متابولیکی ما میره به مغز ما که بتونیم کارهامون رو انجام بدیم. اینو اینجا داشته باشین خواهش میکنم. بعد از این چند تا اطلاعیه که اتاق فرمان داره براتون میرسونه دوباره در خدمتتون خواهم بود. برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما را می توانید از طریق تمامی پلتفرم‌های GLViz در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید. اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید می توانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته GLViz برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. GLViz پل ارتباطی شبکه ما با شما. مژده به فارسی زبانان ساکن استرالیا، نیوزلند، مالزی، اندونزی و دیگر کشورهای حوزه اقیانوسیه. GLViz با نصب سیستم‌های تقویت شده خود در سیدنی استرالیا از این پس با کیفیت و سرعتی بی‌نظیر در خدمت شماست. برای خوش آمدگویی به همزبانان عزیزمان در این کشورها، اپلیکیشن GLViz تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست. همین امروز GLViz را نصب کرده صدها کانال تلویزیونی و هزاران ساعت فیلم و سریال را با کیفیت HD تماشا کنید. GLViz همیشه و همه جا. GLViz با کمتر از $1000 در ماه آگهی‌های تبلیغاتی شما را دقیقاً در استان مورد نظر شما پخش می‌نماید. آگهی‌های GLViz بر روی تلویزیون‌های هوشمند، تلفن، تبلت‌های اندروید و اپل و نیز وبسایت پربازدید GLViz پخش خواهند شد. این آگهی‌ها علاوه بر 10 کانال تلویزیونی پربیننده بر روی فیلم‌ها و سریال‌های محبوب GLViz نیز دیده خواهند شد. آگهی خود را به GLViz بسپارید و با خیال راحت شاهد رشد بیزنس خود باشید. مرسی GLViz. با نصب اپلیکیشن جدید نگاه بر روی تلفن و تبلت‌های اپل و اندروید خودتون میتونید به تمامی سرویس‌های GLViz از جمله کتابخانه دیجیتالی اون دسترسی داشته باشید. اون هم به صورت رایگان. کتابخانه نگاه حاوی 10,000 جلد کتاب در ژانرهای مختلفه که هم به صورت PDF و هم به صورت شنیداری در اختیار شماست. برای صرفه‌جویی در مصرف اینترنت شما میتونید کتاب‌های دلخواه خودتون رو زمانی که به اینترنت دسترسی دارید دانلود کرده و در فرصت مناسب استفاده کنید. برای دسترسی به این آرشیو ارزشمند به اپ استور تلفن و یا تبلت خودتون مراجعه کرده اپ نگاه موبایل رو نصب کنید. اکنون میتونید با کلیک کردن بر روی قسمت کتاب از بین 10 ژانر محبوب کتاب مورد علاقه خودتون رو پیدا کنید. شده گلشن رو کرده نمون در ره
با درودی مجدد خدمت تمام عزیزان، من دکتر فرشتک بهپور هستم و با یادی از جاویدنام بانو مرضیه، بانوی آواز ایران واقعا، که این آهنگ زیبای پاییز رو برای ما اجرا کردن و با آرزوی بهترین ها برای بچه هامون، کودکستانیا، دبستانیا، دبیرستانیا، دانشگاهیا، که اول مهر براشون واقعا امیدوارم خوبی و خوشی و راحتی همراه داشته باشه و همینطور ادامه پیدا بکنه. سال پیش که سال خوبی رو نداشتن. عرضم خدمتتون که داشتم خدمتتون عرض می کردم که البته اتاق فرمان شماره تماس با من رو گذاشتن. وقتی که زنگ میزنین مستقیما با خود بنده صحبت خواهید کرد و همطور که خدمتتون عرض کردم آماده هستم که پرسش های شما عزیزان رو پاسخگو باشم تا اونجایی که سوادم اجازه بده. ولی اجازه بدین که یه چند تا چیز جالبی رو که دوست دارم در این جلسه تمومش بکنم خدمتتون برسیم. پس بنابراین این به اصطلاح متابولیک انرژی یا انرژی متابولیزمی ما که کمک باید بکنه که ما انرژی رو مصرف بکنیم، این از قند میاد، از گلوکوز میاد. بعد شما مرض قندیا یا کسانی که مرض قند دارن میگن خب ما که قندمون بالاست پس چرا باید انرژیمون کم باشه؟ خدمتتون عرض کردم قند خون در بیماران مرض قندی قند خونشون بالاست، ولی ما احتیاج داریم که این قند توسط انسولین و گیرنده های سالم انسولین بگیره و قند رو بذاره درون سلول ها، پیام ها به ژن ها برن و به اصطلاح به سلول ها برسن و شروع بکنن به فعل و انفعالات لازمی که باید در بدن ما اتفاق بیفته. من خطام شروع شدم ولی اجازه بدین ازتون 2 دقیقه اجازه میخوام که این مطلب رو تموم بکنم. پس بنابراین راجع به مغز صحبت میکردم. این خیلی خیلی مهمه. مغز ما حدود 3% وزن بدن ما رو داره در یک شخص بالغ و 20% متابولیسم یا کالری هایی که در بدن ما به وجود میاد اینها رو مصرف میکنه برای سلامت نگه داشتن و سلامت کار کردن. پس بنابراین مغز ما بسیار بسیار به اصطلاح براش اهمیت داره که شما مرض قند نداشته باشین و اگر هم مرض قند دارین کنترلش بکنین. پس اینو داشته باشین. از نظر اینکه اونهایی که کنترل خوبی روی قندشون ندارن، اینا معمولاً شکایت دارن از حافظه کم شدن، یادگیریشون کمتر شده، بعد یه مقدار احساس حتی افسردگی، دلهره، انگزایتی. تصادفاً داشتم مقاله‌ای رو میخوندم از خانم دکتری که مطالعات بسیار بسیار جالبی انجام داده بود راجع به
به اصطلاح انجام داده بودن راجع به کسانی که مرض قند دارن و چقدر اینها دیده شده. یعنی ایشون در دانشگاه استنفورد مطالعاتشون انجام داده بودن روی کسانی که مود چنج داشتن، یعنی مثلا اونهایی که بی خود و بی جهت یهویی غمگینن، یهویی خوشحالن، یا اینکه عصبانی میشن، یهویی به اصطلاح گریه میکنن. به هر حال میبینین بعضی از دخترها یا پسرهای جوان این حالات رو ممکنه داشته باشن. ایشون دیدن که بیشتر از 40% عزیزانی که این حالت مود رو داشتن و مطالعاتشون هم دقیق بود، روی بیشتر از 3000 نفر انجام داده بودن و بعد دیدن که بله بیشتر از 40% اینها قندشون درست کار نمی کرد، یا اینکه انسولین رزیستنس بودن یا متابولیک دیسوردر داشتن، ولو اینکه هنوز تشخیص مرض قند دقیق هم داده نشده بود. پس بنابراین این رو خواستم حتما امروز در صحبتام بگنجونم و خدمت شما عزیزان صحبت کنیم، برای اینکه این روزگارا خیلی وضع افسردگی و دلهره و انگزایتی و اینا زیاد شده. چقدر خوبه که حداقل از این نظر یه مقدار توجه به خودتون داشته باشیم. پس بنابراین یکی این کنترل نکردن قند به طور دقیق الان دارن رابطهش میدن با بیماری آلزایمرز. من شاید بالای 20 سال بود، 20 سالم جلوتر، 20 و چند سال پیش بود که خدمتون عرض کردم که الان دیگه ما میتونیم بگیم مرض آلزایمر یک نوع بیماری به اصطلاح مرض قند نوع 3 هست. یعنی ما میتونیم بگیم دیابتیس تایپ 3، یعنی نوع 3 دیابتیک رو ما میتونیم بگیم آلزایمرز. یعنی اینقدر رابطه مستقیم داره. دیگه الان متوجه شدین مغز ما برای اینکه سالم زندگی بکنه، سالم کاراشو بکنه، باید به اندازه کافی انرژی بهش برسه، سوخت و ساز سلولا کامل بشه و همطور که متوجه شدین کنترل قند برای مغز ما بسیار بسیار حیاتیه. این رو داشته باشیم. بعد از نظر مغزتون که خدمتتون عرض کردم و مغز هممون، بعد چیزهای دیگه ای رو که باید خدمتتون عرض بکنم از نظر دایت اینجا خیلی مهمه. بیشتر انرژی متابولیکی خوب ما از کامپلکس کربوهیدرات ها میاد. اون مولکول قند رو نشونتون دادم، گلوکوز رو نشونتون دادم، ولی بهترین نوعی که ما میتونیم مواد تغذیه‌ای سلول ها رو تامین بکنیم از نظر قند، از نظر کامپلکس کربوهیدرات ها هستن که بعد همه شما عزیزان اینها رو میدونین. کامپلکس کربوهیدرات ها یعنی چی؟ کامپلکس کربوهیدرات ها معمولاً بیس گیاهی دارن و اینها از چندین به اصطلاح چندین گلوکوزه که بهشون چسبیده، یعنی یا به صورت چین هستن، به صورت زنجیری هن، یا اینکه شاخه های متعددی دارن. چندین گلوکوزی که فرمولش رو دیدین، چند تا از اینها هستن که به هم میچسبن و کامپلکس کربوهیدرات رو تشکیل میدن. کامپلکس کربوهیدرات ها 4 دسته هستن. یه دستهشون میوه ها هستن. میوه ها اینا کامپلکس کربوهیدرات دارن. یه عدهشون حبوبات هستن. یه عدهشون استارچی ویجیتابل یا سبزیجاتی که نشاسته دارن، مثلا بهترینش میتونم بگم سویت پوتیتوه، یا در آمریکا بهش میگن همون به اصطلاح سیب زمینی شیرین. اینا خوبن. اینایی رو که دارم اسم میبرن برای به وجود آوردن انرژی در بدنتون خوبن. و بعدش هم whole grain products یعنی چی؟ یعنی اینکه محصولاتی که تمام قسمت‌های غلات رو به کار برده باشن یا ازشون نون درست کنن. میرین بازار میبینین نوشتن whole grain bread، اونا خوبن. whole grain bread، نمیدونم whole grain پاستا هایی که از whole grain درستش کردن، یا اینکه سیریال ها، اوتمیل ها، اینها تمام سریال هایی که هول گرینن.
اینا خوبه به شرطی که شما خودتون شکرهای مصنوعی بهشون اضافه نکنین. پس بنابراین از نظر برنج هم اگه بخوایم حساب بکنیم براون رایس بهتره تا به اصطلاح وایت رایس از بعضی جهات، ولی از بعضی جهات همون وایت رایس هم خوبه. ولی به طور کلی اینها رو شما میتونین به عنوان کامپلکس کربوهیدرات مصرف بکنین یا کربوهیدراتی که منبع کربوهیدراتی که بتونه انرژی براتون برسونه. من همه خطام دیگه اجازه بدین این خطا رو بگیرم خدمتتون خواهم بود. بفرمایید خواهش میکنم. سلام خانم دکتر، خسته نباشید. مرسی عزیزم. من از حضورتون 2 تا سوال داشتم. بفرمایید. یکی این که می‌خواستم ببینم من به عرضتون رسیدم که سرطان سینه گرفتم و اینا، میخواستم ببینم این تاموکسفین که باید استفاده کنم این سرطان یوترس میاره واقعا یا احتمالش خیلی کمه؟ و یکی دیگه این که لختگی خون ایجاد میکنه، چی کارا باید بکنیم؟ و البته من سونوگرافی رحم دادم، رحمم سالمه، چیزی نداره و فقط میخواستم این از شما سوال کنم. حتما. یادمه شما از کانادا با من تماس میگیرین؟ بله. و سنتونم اگه یادم نرفته باشه 79 سالتونه، درسته؟ بله. خب خدا رو شکر. بله خواهش میکنم، در خدمتتون خواهم بود. اجازه بدین یه خط دیگرم بگیرم، دوتا رو با هم جواب میده. باشه خدا. خواهش میکنم عزیز من. اتاق فرمان مثل که من خطا رو خراب کردم. اگر ممکنه، چون همه خطام روشن بودن الان همشون خاموش شدن. بله اگه ممکنه تشریف بیارین درستش کنین. جواب این عزیز رو برای اینکه بدم خدمتتون اینه که فرمودن که سرطان سینه دارن، سینه‌شون رو لامپکتومی کردن و بعدم دکتر گفتن چون که هورمون پازیتیو بوده، مثبت بوده، در نتیجه بهشون دکتر تاماکسفین دادن. تاماکسفین خب یه مقدار عوارض داره و یه مقدار هم به هر حال منفعت داره. از نظر اینکه جلوگیری میکنه، از نظر اینکه اون به اصطلاح میره گیرنده های استروژن رو کاور میکنه، مثل استروژن رفتار میکنه، ولی باعث زیاد شدن سلولای سرطان پستان نمیشه. خب به نفعشونه، ولی خب یک سری هم عوارض داره که خودشون هم فرمودن، من هم دفعه پیش خدمتون عرض کردم. تاماکسفین میتونه باعث بشه که یه مقدار لایه درونی یا اندومتریوم اون ضخامت پیدا بکنه و وقتی که ضخامت پیدا کرد اون خب اگر چنانچه این رو بهش نرسین این میتونه که متاسفانه به این هایپرپلژیا و مراحل سرطانی رو طی بکنه و بالاخره منتهی بشه به سرطان. ولی معمولا اگر تحت نظر باشین پزشکان حواسشون هست و کنترلش خواهند کرد. از نظر لخته شدن خون هم بله، خطر لخته شدن میره بالا. خطر لخته شدن در تمام بیماران سرطانی معمولا بالاتر هست، مخصوصا در کسانی که تاماکسفین هم دارن مصرف میکنن. آیا باید چه کار براش بکنین؟ اون دیگه بین خودتون و پزشکتونه. بفرمایید خواهش میکنم. الو. بله جانم بفرمایید. سلام خانم، خسته نباشین. ممنونم عزیزم، بفرمایید. ببخشید من یه آشنایی دارم، اون کبد ندارم و جوونم هستن. میخواستم ببینم چه عارضه‌ای ممکنه داشته باشن و چجوریه و بیشتر وقتا دلشون درد میگیره. فرمودین اصلا کبد ندارن؟ کبد دارن ولی کار نمیکنه. آها، یعنی ناراحتی. خب چند سالشونه ایشون؟ 35 ساله. اون وقت چرا کبدشون خراب شده؟ به خاطر الکل بوده؟ به خاطر کبد، به خاطر هپاتیت بوده، سرطان بوده، چرا؟ نمیدونی؟ نه. شما از کجا با من تماس میگیری عزیزم؟ از اورلیان.
میتونین شما از ایشون یه مقدار اطلاعات بگیرید و با من در تماس باشین، ممنون میشم. یا حتی اگه خودشون اگر در ایران هم هستن میتونن با من تماس بگیرن که بتونم بهتر جواب بدم. باش میشه هفته دیگه زنگ بزنم؟ حتما عزیزم، حتما. دستون دار. خدا نگهدار. خدا نگهدار. بفرمایید، خواهش میکنم. سلام خانم دکتر، شب و روزتون بخیر. من یه سوال پزشکی داشتم در رابطه با موضوع امروزتون صحبت کنم یا سوال خودم رو بپرسم؟ هر چی دلتون میخواد. از زنده باشین. خانم دکتر، بنده یه پسرعمویی دارم، این بنده خدا سر کار میره، خب بعد این زانوی پاهاش یه طوری شده که الان نمیتونه خوب راه بره، یا وقتی راه میره ورم میکنه، وقتی استراحت میکنه منزل 2 مرتبه برمیگرده به آرامش خودش. اما الان رفته ازش رادیوگرافی گرفتن، گفتن که شکستگی نیست، موقع افتادن در محل یه بار سقوط کرده بود از یه جایی که بالا بود از پله‌ها، بعد بهش گفتن که مشکلی نداره، شکستگی نیست. بعد رفته اسکن کرده، الان که اسکن کرده دیدن نمیدونم یه روبوت یا مینیست که نمیدونم بله. اما بهش گفتن که شما پات باید چیز کنی، رعایت کنی، اما ما نمیتونیم کاری کنیم، نه عمل جراحی نه چیزی دیگه ای. ایشون باید چی کار کنه که بهبود پیدا کنه خانم دکتر؟ خب ببینین، ایشون ایران هستن؟ بله ایرانه. بله. شما هم از ایران با من تماس میگیرین؟ کار میکنه. شما هم از ایران با من تماس میگیرین؟ بله. من از ایران بله. ببینین، شما باید همینطوری نیستش. ایشون چند سالشونه؟ 37 سال. خب ببینین، یه جوانیه که سر کارش افتاده و بعدش هم این گرفتاری به وجود اومده. خب مسلما وقتی که شما استراحت به مفصل ها بدین، به مفاصل، میخواین از تلویزیون گوش بدین یا میخواین همینطوری گوش بدین از روی تلفن؟ نه، اگه گوش بگین بهتره. خیلی خوب. ببینین، سوالی پیش بیاد بخوام بپرسم. بله، ببینین، یه جوانیه که در سر کارش افتاده، حالا هر جوری به هر حال یه ضربه مهمی بهش وارد شده. ایشون هر چه جوانترن باید برن و ترمیم بکنن. به احتمال زیاد یا یکی از لیگامنت ها پاره شده یا یه ضربه، به هر حال یه صدمه به این زانو رسیده. الان به راحتی میتونن ایشون رو جراحی بکنن و خیلی خیلی راحت اون لیگامنت های پاره شده رو ترمیم بکنن، یا اگر چنانچه احتیاج داره به تعویض زانو که باورم نیست احتیاج داشته باشن چون خیلی جوانن، من مطمئنم که میتونن ایشون برن و جراحی بشن و اون قسمت هایی که صدمه دیده ترمیم بشه. اگر یک پزشک رفتن، دکتر اجازه هست من بفرمایید. بله خب دکتر، بهش گفتن اون جایی که آسیب دیده نه رگ داره نه عصب، یعنی نمیتونه خودشو ترمیم کنه اینطوری، مثل این که من متوجه شدم. بله متوجه هستم چی میفرمایین، ولی به هر حال باید یه راه چاره‌ای باید براشون داشته باشن. باید یه کاری بکنن که فشار روی اون زانو کمتر بیاد. الان چیزهاییه که میپوشونن، یعنی قسمت‌های زانو رو محافظت میکنه که ضربه روش کم نشه. حداقل کاری که اتفاق میفته خود بدن یه مقداری بتونه خودش رو ترمیم بکنه. حالا در آمریکا استمسل میزنن و غیره. من نمیدونم واقعا، اگر MRI ایشون رو برای من بفرستین بهتر میتونم جواب بدم. شما به اصطلاح بفرستین برای کلینیک یا حتی برای اینجا هم برای کانال 1 هم بفرستین میدن به من. اگر چنانچه شما دکتر من هر دوشونو دارم، هم رادیوگرافیش دارم، یعنی اونو برای من دارم، هم اسکنشو دارم. بله اونا رو برای من حتما برای من بفرستین. ولی اینی که فرمودین استراحت بکنم ورمش کم میشه، خب مسلمه. استراحت که میکنم فشار از روش میاد بیرون، در نتیجه اون مواد فلوید یا مایعاتی که دور زانو جمع میشه و مخصوصا دور اون جاهایی که صدمه دیده جمع میشه
اون جذب میشه یا کم میشه و وقتی هم که پا میشن دوباره ورم میکنه. این یه چیز طبیعیه، ولی ایشون که نمیتونه خوابیده کار بکنه، باید بره سر کار. به نظر من اگر شما بتونین اون امارایشون رو برای من بفرستین، من اگر خودم هم نتونم کمک کنم حتما با یکی از متخصصینی که در بیلدینگ ما هستن این عکس رو نشون میدم ببینم عقیده اونا چیه به عنوان پزشکانی که در آمریکا هستن. برای اینکه الان واقعا همه چیز اینطوری که ما میبینیم صدمه دیده یه جور معالجه داره. یعنی من واقعا ناراحتم. دکتر شما عذر میخوام، دکتر شما عمل جراحی رو صلاح میدونین؟ من نمیدونم. من متاسفانه موقع خروج از کار این اتفاق افتاده. متاسفانه الان بیمه زیر بار نمیره، یعنی حاضر نیست خرج این بنده خدا خودشو به حساب عمل جراحی کنه، نوبت بگیره با دکتر صحبت کنه، دکتر ارتوپد خام، دکتر این مشکل اینجا هست. من به نظر من ایشون نمیخواد خرج جراحی رو بده. به نظر من خرج دیدن یه پزشک ارتوپد دیگر رو خارج از بیمه ببینن ایشون چی میگن، چون باید یکی امتحانشون کنه، اون عکس‌ها رو ببینه، ام‌آرآی رو ببینه و بعد بتونه بهشون عقیده بده و بعد اگر چنانچه ایشون نوشت که آره ایشون احتیاج به جراحی داره یا اینا، بعداً مجبور میکنن اون شرکتشون رو، چون در سر کار اتفاق افتاده، از نظر انسانی هم که شده باید پرداخت بکنن. ولی من چون الان ندیدمشون و عکسارم ندیدم نمیتونم توضیحی بدم بیشتر از این. عکس‌ها رو برای من بفرستید. شما خیلی خیلی ممنونم، تشکر، زنده باشین. خواهش میکنم. امیدوارم که همیشه صحت و سلامت باشین. ممنونتونم، مرسی. بفرمایید، خواهش میکنم. بله. سلام، با خانم دکتر می‌خواستم صحبت کنم. جانم عزیزم، من خودم هستم، بفرمایید. سلام عرض میکنم، حالتون خوبه؟ درود بر شما. من یه سوالی داشتم، تقریبا حدود 3 سالی هستش که من گرفتار حالت اضطرابی هستم که از ناحیه کمرم شروع میشه، بعد میزنه به قسمت پاهام و بعد میزنه به قسمت دستم و حالت اضطراب و دلهوره و دلشوره پیدا میکنم. دکتر متخصص صاحب به من گفتن که من دچار پنیک هستم و منو تحت درمان گذاشتن، چند تا قرص میخورم، ولی کن باز هر روز صبح که من از خواب بلند میشم این حالت رو دارم و تا ظهر این حالت رو دارم، بعد از ظهر بهتر میشم. میخواستم ببینم این تشخیص دکترم درست بوده یا نه. خب شما بفرمایین که خب مسلما اگر چنانچه تشخیص اضطراب دادن و اون داروهایی که دادن روتون کار کرده، حتما تشخیصشون درست بوده. ولی با چیزایی که امروز شنیدیم بد نیستش که شما برین و بخواین که قند ناشتاتون رو چک کنن، بعد قند 2 ساعت بعد از غذاتون رو چک کنن، انسولین ناشتاتون رو چک کنن، هموگلوبین A1C تون رو چک کنن، بعد حتی کلسترولتون و تریگلیسیرید و اسید اوریک و غیره رو باید چک بکنم ببینیم در چه حالی هستیم. چک کردم من. خب. قندم 102 یعنی خب. دیابت هنوز برای من نه این قند ناشتای 102 یعنی شما وضع انسولین و قندتون درست کار نمیکنه. شما نباید شما چند سالتونه عزیزم؟ 69. خب 69 سالتونه. اون وقت میتونم بپرسم قد و وزنتون چقدره؟ من قدم 162 و وزنم 72 چقدره؟ 74 کیلو. اوکی. خب یه مقداری اضافه وزن داری. اوکی. در نتیجه شما وقتی که خیلی اون وقتش اگر ممکنه، شما از کجا با من تماس میگیرین؟ از ایران؟ بله. خب ببین عزیز من، شما لطف بفرمایین اگه دلتون بخواد آزمایش‌های خونتون رو برای من بفرستین، اسم دارویی هم که بهتون دادم برای من بفرستین. اتفاقا
میتونم الان بگم داروامو خدمتون؟ دارواتون رو بفرمایین، ولی حتما آزمایشاتون رو لازم دارم. بله، لامیکتال 100 یه دونه شبا، بعد 2 تام اسیتالوپرام میخورم، یکی صبح یکی شب. خیلی خوب. ببین لامیکتال دارین میخورین و یه دونه هم که سیتالوپرام. بله 2 تا. بله 2 تا. این 2 تا رو داریم مصرف میکنیم. خب ببینید بعضی از این داروها یه مقدار خودشون اضافه وزن هم میارن، یعنی مشکل میکنن کار آدم رو برای وزن از دست دادن، ولی به هر حال حداقل کنترلتون کرده. ولی اتفاقا چیزی رو که میخوام خدمتتون عرض بکنم از نظر این که فرمودین حالا بعضیا که دارن میشنون میگن وا خب کمر به پایین میزنه، به پا میزنه، به دست میزنه، چه کار داره به اضطراب؟ چرا اتفاق میفته تصادفاً زمانی که انسولین و قند خون با هم تطابق نکنن، یعنی با هم همکاری نداشته باشن، یکی از اون اتفاقاتی که در بدن ما رخ میده اون کانکتیو تیشو یا اون بافتی که دور سلول ها و ارگان های بدن ما رو گرفته، اونها به زحمت میفتن. اونا قراره که به اصطلاح هم از نظر تغذیه هم از نظر اینکه مواد غذایی رو به بافتای شما برسونن. مثلا اگه فرض کنین دور کمرتون هستن یا دور ماهیچه‌های شونتونه، اینا قراره هم مواد غذایی به اون قسمت ها برسونن، هم مواد زائد رو از اونجا ببرن بیرون و هم مقابله بکنن با میکروب‌ها و پاتوژن و هم مقابله بکنن با صدمه هایی که اونجا وارد میشه و ترمیم بکنن اون صدمه ها رو. و تصادفاً یکی از اون چیزهایی که اگر دارین، عزیزانی که دارین گوش میدین برنامه من رو نگاه میکنین و نمیدونین چرا این همه بدن درد دارین، اینه که حتما برین قند خونتون رو کنترل بکنین. الان بانوی عزیز من که شما 69 سالتونه و 102 هست قند ناشتاتون، به نظر من این قند قابل قبول نیست، باید پایین تر از این باشه. حتما باید کنترلش بکنین و من این برنامه رو ادامه خواهم داد چون بسیار مهمه. یعنی راجع به کنترل قند از راه تغذیه و کارهایی که شما باید بکنین، کارهایی که پزشکتون باید بکنه صحبت خواهم کرد. به نظر من شما حداقل کاری که میتونین بکنین که هم به انگزایتی و دلهرتون و پنیکتون کمک میکنه، هم به هضم غذا و به اصطلاح جلوگیری از شکرتون، جذب این که جلوگیری میکنه که انسولین بره بالا و به اصطلاح قند خونتون بره بالا، اینه که شما ورزش روزانه 10 دقیقه بعد از صبحانه، 10 دقیقه بعد از نهار، 10 دقیقه بعد از شام راه برین. فقط هم راه برین، نمیخوادم بدوین یا نمیدونم کارهای سخت بکنین. بی نهایت کمکتون میکنه. مواظب گلایسمیک ایندکستون باشین. امروز میخواستم راجع به غذاها صحبت بکنم، نشد، ولی در جلسه های دیگه صحبت خواهم کرد. این بسیار بسیار مهمه و حتما بفرستین برای من آزمایشاتونو. جانم عذر میخوام، این باعث شده که گوارشم به هم ریخته، معدم دچار زخم شده، احساس میکنم روی ارگانهای دیگه هم داره این حالت اثر میذاره. بله خب مسلما اثر خواهد گذاشت. من بهم گفته. بله شما باید عزیز من حتما کارهایی که گفتم انجام بدین. آزمایشاتون رو برای من لطف کنین ایمیل کنین. چشم، من براتون میفرستم. اوکی عزیزم، بفرمایید، خواهش میکنم. خب بریم رو خط دیگه. بفرمایید، خواهش میکنم. بله من فکر کنم امروز این خطا رو من یه مقداری خراب کردم. به هر حال داشتم خدمتون خط بفرمایید، خواهش میکنم. سلام خانم دکتر، خسته نباشین. ممنون از برنامه‌های آموزنده‌تون. من یک سوال در مورد خودم داشتم. 6 هفته پیش عمل توتال نی ریپلیسمنت انجام دادم. 53 سالمه. الان عملا موفقیت آمیز بود. الان در مورد شما صداشون رفت.
خیلی بفرمایین. الان دیگه اومد. پس 6 هفته پیش توتال نی ریپلیسمنت انجام دادی، بعد چی شد عزیزم؟ الان ریکاوریم خوب پیش رفته در الان زانومو عملا موفقیت آمیز بوده، فقط اینکه خیلی احساس چطور توضیح بدم توی پاهم ضعف شدید، یعنی توی پام و لور بکم چند روز این حالت رو دارم. یک هفته ای میشه دارو میخورم، پماد میزنم، هیچ تاثیر، یکم خوب میشه دوباره از کم میکنه. من هیچ وقت مشکل رو نداشتم قبلا. الان شنیدم در مورد قندم صحبت کردیم. قند خونمم هفته یک بار اوزمپیک میزنم کنترله، اما 2-3 هفته ای که ریکاوری بود 2 هفته هاسپیتال بودم نزدم. این هم گفتم اضافه کنم. اون وقت شما اوزمپیک رو میزنید؟ نمیدونم چجوری به دکتر بگم پای من ضعف داره، نمیدونم لغت انگلیسیشو بله. نتونستم پیدا کنم. الان خدمتتون عرض میکنم. شما از کجا با من تماس میگیری؟ من از کانادا، ونکوور. کانادا. بعدن چند سالتونه؟ 53. 53. خب شما میتونین بگین که اون احساس ضعفی که میکنین اگه به صورت ویکنسه بگین احساس ویکنس میکنم توی اکستریمیتی هم پاهام، یا اینکه ضعیف نیست که نتونم راه برم، اما داخل مایچه هم حس میکنم، همش حس میکنم سردم، نمیخوام گرمش کنم، لرز پیدا کردم. یک هفته حالت لرز و سرما و دوست دارم توی آب گرم بذارم، دوست دارم یه نفر فشار خیلی بده. بله اون وقت یه سوال دارم ازت. داخل پام درد میکنه. یه سوال ازت. یه سوال نمیدونم چیه. الان خدمتت میگم. اول شما اوزمپیکو آیا برای لاغری میزنین یا مرض قندم دارین؟ داشتم، قندم داشتم. بعده الان دیگه وزنتون چقدره؟ الان AC1 هم خوبه، نرماله. A1C الان چنده؟ یعنی گفتن نرماله. نزدیک 6 بود آخرین بار فکر میکنم. الان ندارم، ببخشید. الان وزنتون چقدره؟ الان قندم خدا چک نکردم یه مدت، اما تو بیمارستان 3 هفته پیش بودم خوب بود، چک میکردن was normal range بود. اوکی بله. اوکی چند وقت نفرست نکردم از ممنونم. لطف بفرمایین از تلویزیون گوش بدین. ممنون. لطف بفرمایین از تلویزیون گوش بدین. خیلی ممنون از محبت شما، خیلی ممنون از اطلاعاتتون. خواهش میکنم عزیزم، خواهش میکنم. بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید. خواهش میکنم تلویزیونتون رو کم بکنین یا خاموش کنین. سلام خانم دکتر. سلام از من عزیز دلم، بفرمایین. انشالله که موفق باشین. با تشکر از زحماتتون. ممنون. من چیزی که بین تمام خانواده ها و ایرانی ها ملاحظ کردم آول کوب کردن غذاها که میگن هر چقدر بیشتر به پزه خوشمزه تر میشه. آیا این A1C رو بالا نمیبره؟ چون قند غذا رو بالا بره خوشمزه تر میشه و متاسفانه خانواده های ایرانی میشه. بله متوجه شدم. سوال بسیار بسیار زیبایی داشت. مرسی. ممنونتونم. خواهش میکنم. شما که خودتون دیگه یه پا استادین. مرسی. خواهش میکنم. مرسی مرسی. من سوال شما رو جواب خواهم داد. اجازه بدین یه خط دیگه بگیرم. بفرمایید. خواهش میکنم. بله بفرمایید. الو. بله بفرمایید. درود بر شما. سلام علیکم دکتر. سلام بفرمایید. دکتر یه سوالی داشتم ازت. بفرمایید. سوالم اینه، یه ندایی دارم الان 4 ساله که آنسولین استفاده میکنه. خب یه شایعه هست که میگن یه سوزنی اومده سالی 2 بار، اینا میشه این روزی 3 بار سالی 2 بار میشن بزنه، آیا یه راسته یا نه؟ بله. اولا شما این شخص خودتونین یا شخص دیگریه؟ بابا بزرگشن.
بله شما بابا بزرگشین؟ اون نوزنه. نوتونه. بله 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 بله. بعد بله بله ممنونم برای این سوالتون. از کجا با من تماس گرفتین؟ من از استان بوشهر شهرستان بندر دیلم. خیلی ممنونم. بعد نوتون چند سالشونه؟ 19 سالشه. بله ممنونتونم. لطف بفرمایید از تلویزیون گوش بدین. خیلی ممنون برای سوالات بسیار عالیتون. ممنون. ممنون دکتر. خدا پشت پناهتون. عرضم خدمتتون که عزیزی که از کانادا صحبت کردن فرمودن که عمل جراحی زانو داشتن، ریپلیسمنت کردن، یعنی نی ریپلیسمنت کردن براشون و فرمودن که 6 هفته پیش بوده و الان یه مقدار اون حالت ضعف داره. ببینین هر وقت که شما 1 روز در رخت خواب بمونین به اندازه 1 هفته شما عقب میافتین از نظر انرژی. یعنی شما هر روزی که در رخت خواب بودین این یه مقدار شما رو ضعیف میکنه. یعنی به طور کلی تمام ماهیچه ها ضعف پیدا میکنن. به همین دلیله که میگن مریض رو زیاد تو بیمارستان نگه ندارین، سعی کنین همون روز اول یا روز دوم راشون بندازین. به همین دلیله شما به هر حال به خاطر این زانوتون یه مقدار کارهای روزمرتون رو انجام ندادین. درسته که فیزیکال تراپی میکنن براتون ولی هنوز هم چون فیزیکال تراپی که مرتب نیست هر دقیقه بیان یا هر ساعت بهتون بدن، در نتیجه این باعث میشه که یه مقدار جریان خون و جریان از نظر کارهای لیمفاتیک به هم بخوره و این مسئله باعث ضعف ماهیچه‌هاتون میشه. مثل اونایی که مثلا یهویی حصبه گرفتن، یه هفته بیمارستان بودن، اینا رو هم معمولا آیزوله میکنن، جدا نگرشون میدارن. اینا وقتی سر پا بلند میشن حتی در بچهای 17-18 ساله هم نمیتونن، قوه و بنیه ندارن رو سر پا بایستن راه برن. باید کمکشون کنن تا یواش یواش بدن بیفته به اون حالت قبلی. در نتیجه چون تازه عمل شدین من باور میکنم که نگران نباشین. مخصوصا فرمودین به خاطر جراحیم 2-3 هفته عقب انداختن اوزمپیک هم رو. به نظر میاد که به هر حال در کانادا معمولا اگر چنانچه وزنتون بالا نباشه اوزمپیک بهتون نمیدن. پس حتما یه مقدارم وزنتون بالا بوده، یه مقدارم قند خونتون اون موقع اون حالتی رو که باید داشته به هم خورده و یه مقدار اینا همه دست به دست هم دادن و باعث شدن که این ضعفتون به وجود بیاد. من فکر میکنم که با غذاهای درست، با فیزیکال تراپی و خواب درست و استرستون رو کم بکنین به نظر من میاد که درست خواهید شد و اگه روزی یه مالتی ویتامین هم مصرف بکنین برای کسایی که جراحی عمل کردن معمولا من دوست دارم بهشون بگم MSM و کانرایتن هم مصرف بکنن. یه فرمولی هست که خود من دارم به اسم اصلا MSM که همش با همه واقعا کمک میکنه برای هیلینگتون، برای ترمیم مفاصلتون و اینو اگه دلتون بخواد همونجا تو کانادا هم میتونین مطمئنم نه محصول من رو ولی میتونین از MSM های خوب استفاده بکنین. این از نظر کارهایی که باید بکنین. ولی اگه بهتر نشدین خواهش میکنم به دکترتون تماس بگیرین، بگین کامل خیال یعنی حالتون خوب نیست برای زانوتون، اون قوه و قوت رو ندارین، پاورش رو ندارین. از نظر این عزیزی که تشریف آوردن رو خط و افتخار اینو دارم که بیمار من هستن و واقعا دانشمند هستن، گفتن که ما ایرانی ها دوست داریم غذاها رو خیلی بپزیم مزهش خوشمزه تر بشه. آیا واقعا این خوبه یا این که باعث میشه که مثلا بله به طور کلی هر چیزی رو که شما حرارت زیاد بدین مخصوصا اگه گوشت باشه به هر حال اینا پروتئین دارن، این پروتئین ساختارش به هم میخوره. در نتیجه وقتی پروتئین گوشت ساختارش به هم بخوره معلوم نیستش که واقعا اون خواص اولیه رو داره یا نه. تا یه حدی باید بپزیمشون ولی اگه با حرارت کم حتی اگه طولانی مدت هم باشه ولی حرارت کم باشه اشکالی به نظر میاد که نباشه. ولی اگر چنانچه حرارت بالا باشه مدت طولانی هم باشه مسلما حق با شماست و نباید این کار رو انجام بدن. از نظر عزیزی که برای
نوهشون صحبت کردن که 19 سالشه به انسولین میزنن. عزیزان من معمولا همینطور که خدمتتون عرض کردم متاسفانه جوانها مخصوصا یه پسر بچه 19 ساله به احتمال خیلی زیاد بیماری تایپ 1 دیابتیس دارن. این عزیزان فقط زندن توسط اون انسولینی که بهشون میرسه، یعنی پانکراس اینا یا خیلی کم و ضعیف انسولین میسازه یا اینکه اصلا نمیسازه. در نتیجه باید این عزیزان روی انسولین باشن. از نظر اینکه فرمودن که دارن کنترلش میکنن، روزی 2-3 بار میزنن، به نظر من الان بهتره که با اون ادامه بدن، ولی در جلسه بعد اگه وقت باشه در جلسه بعد یا 2 جلسه بعدتر راجع به یعنی تایپ 1 دیابتیس و پیشرفت‌هایی که شده برای معالجهش، من جمله همینی که ایشون فرمودن که هر 6 ماه یه بار دارن روش کار میکنن صحبت خواهم کرد. ولی در حال حاضر به نظر من همون روزی 3 بار رو که مصرف میکنن بزنن و کنترل کامل داشته باشن. فقط حواستون در مورد این بچه به این باشه که قند خون پایین نره، چون قند خون زیاد پایین دور جون خیلی بدتر از بالاست. دور جون میتونه که حالشو بد بکنه، تشنج بده، تو کما بره و غیره، زمین بخوره و تعادلش از دست بده. مطمئنم اینا رو پزشکان معالجشون بهشون گفتن و شما هم حواستون بهشون هست. ولی بله، به نظر من ایشون باید تغذیه خوب بکنه، انسولینشو بزنه، ورزش به اندازه کافی و خوب، مواد غذایی درست حسابی و آنتی اکسیدانت های خوب باید مصرف بکنن که در جلسه های بعد سعی میکنم که راجع به این مواد صحبت بکنم. با تشکر از همتون که همه خطام پره و میتونستم اگه وقتم 1 ساعت دیگه اضافه بود جواب بدم بهتون، ولی متاسفانه دیگه بیشتر از 2 ساعت وقت ندارم. از تمام شما عزیزانی که وقت عزیزتون رو میذارین و برنامه من رو نگاه میکنین بسیار بسیار سپاسگزارم. و از اتاق فرمان مخصوصا از سینای عزیز و آرش که بسیار بسیار زحمت میکشن، هم کارگردانی میکنن هم اتاق فرمان رو دارن میگذرونن، واقعا کارگردانان فنی من. بسیار بسیار سپاسگزارم از کانال 1 از تلویزیون جهانی کانال 1 که اینطور با دلسوزی این برنامه ها رو دارن میذارن برای تمام مردم ایران اجرا بشه. بسیار سپاسگزارم. همه شما عزیزان رو به خداوندی که این کهکشان ها رو درست کرده می سپارم. خدا نگهدارتون.